سبحانك هذا بهتان عظیم. الله پاک است که این تهمت بزرگ است. محمدی بجایی که شما مسلمان ها رو یک جا بکنید، شما تفریقه کرده سازید که اینها داعش هست، اینها تکفیری هست، اینها خوارج است. شما اگر دعوا میکنید که شما حق هستید، محمدی انصاری بیاین بحث به بحث ما آماده هستیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله سبحانه وتعالى و درود و بی‌پایان به پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم. برادر برای بنده ثبت روی کردن. در این ثبت به نام محمد انصاری صحبت کرده است. این محمد انصاری در این ثبت، در این ویدیو میگوید که طالب علمای اهل سنت و الجماعت رو اینها میگوید تکفیری ها و داعشی ها. الحمدلله. اما شما کسانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکند همه را کافر میدانید، بالعموم همه را کافر میدانید. بابا در سخنرانیاتون این رو سبحان الله. خطاب ما به محمد انصاری که البته این شخص غلط کرده است و ما یگون کس را تکفیر نکردیم، یگون مسلمان را تکفیر نکردیم. محمد انصاری، الله اولا شما را هدایت بکند و از تهمت کردن نگه بدارد. ما یگون مسلمان را، یعنی که به شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر واقع شدگی هست تکفیر نکردیم و این یکی از تهمت های شما بود. البته از الله بترسید و این تهمت ها را نکنید برای طالب علمای اهل سنت و الجماعه. الله هدایتت بکند. دیگرش میگوید که اینها داعشی هست. میگوید من یکی از سرداران این فکر تکفیری و داعشی کسی است به نام ابو محمد مدنی. سبحان الله. آیا از زبان ما همین حرف ها برآمدگی است؟ مگر همین کلمه هایی که ما خودمون را نسبت به یک جماعت داده باشیم مانند مثلا داعشی؟ البته نه. اگر شما حق میگویید، اگر شما تهمت ندارید، پس بیارید برای ما یک ثبت را که ما گفته باشیم که ما فلان جماعت را اعتراف میکنیم یا که پیروی یک جماعت هستیم. سبحان الله. برای چی تهمت میکنید شما؟ بسیار در انا همین گویم چند دقیقه‌ای که شما داشتید و برآمد کردید، در این ثبتتان بسیار تهمت ها رو کرده هستید و انشاء الله سبحانه و تعالی به این تهمت هایتان ما جواب میگردانیم و شمایان را میرسونیم و میگوییم که دیگر این کار را نکنید. استید، باز استید، از الله بترسید. سبحانك هذا بهتان عظیم. الله پاک است که این تهمت بزرگ است. محمد انصاری، بجایی که شما مسلمان ها را یک جا بکنید، شما تفریقه کرده سادید که اینها داعش هست، اینها تکفیری هست، اینها خوارج است. با میگوید که شما خوارج هستین. میگوید مگر شما درباره خوارجین و اصلی خوارج که کی پیدا شد، چگونه هستند، چگونه صفت دارند مگر میدانید؟ اگر شما میگویید که من میدانم، بله بسم الله، در صحیفه ما در ایما در تلگرام وجود دارد و ما با استادها در آنجا صحبت میکنیم، با طالب علمای اهل سنت و الجماعه. شما هم حاضر بشوید، انشاءالله 5 دقیقه شما و 5 دقیقه طالب علمای اهل سنت و الجماعه صحبت میکنیم.
شما اگر دعوا میکنید که شما حق هستید، محمد انصاری بیاین بحث، یعنی به بحث ما آماده هستیم انشالله. و میگوید که محمد انصاری شما مولانا مجیب الرحمن را و مبشر مسلمیان را کشتید. سبحان الله. کشتید. مولانا مجیب الرحمن انصاری رو شما کشتید، مبشر مسلمیان رو شما کشتید، دعوتگرا رو شما کشتید به خاطر یک اختلاف فکری که باهاتون داشتن. مگر از الله نمیترسید شما؟ سبحان الله. طالب علمای اهل سنت و الجماعه یگان کس، یعنی از دست ما حتی یک انسان یک شپاتی نخود است، یک اوپاق نخود است. شما چی گفته ایستادید؟ شما کشتید، شما قتل کردید گفته ایستادید. ما اینها رو نکشتیم. فقط این شخص ها، مثلا مبشر مسلمیان تا آنجایی که من میدونم این شخص عذر مشرک بود، عذر دهنده مشرک بود. البته عذر این دروغ شمارنده آیت الله سبحانه و تعالی هست. برای همین سبب گفتیم که این شخص عذر مشرک است. ما این رو حتی یک شپاتی نزدیم مبشر مسلمیان. والله عالم کی این رو به قتل رسونید. محمد انصاری از الله بترسید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. با محبت الله، بر اسمان الله که قرآن و سنت است چنگ بزنید. فکر شما یا که عقیده شما دیگرگون باشد، بیایید به صحیفه ما بیایید. ما انشاءالله مهمان ها را احترام میکنیم، شما انشاءالله صحبت میکنید و طالب علمای اهل سنت و الجماعه صحبت میکنید. یگان مشکلی نیست. سبحان الله. یعنی مجیب الرحمن را کشتید و اعوذ بالله من ذلك و مبشر مسلمیان را کشتید. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی ما رو ببخشد، ما رو اصلاح بکند که تهمت نکنیم. و شما میگوید که شما برادرهای مسلمان خود را به یک گناه خونش را مباح دانستید و مخالفینتون رو به خاطر یک اختلاف فکری که با شما داشت کشتید. سبحان الله. ما طالب علمای اهل سنت و الجماعه مسلمان را به گناه کبیره تکفیر نمی کنیم. هر کسی که زنا کرد وقتی که حلال نشمارید، ما این را میگوییم که این گناهکاری بزرگ است و این در مشیت الله است اگر توبه نکرده برود. سبحان الله. این تهمت برای چی دکاریم؟ این تهمت محمد انصاری. و دیگر سخن شما که در اینجا گفتگی هستید که شما طالبان را تکفیر کردید، ترکیه را تکفیر کردید، سعودی را تکفیر کردید. که ماها را تکفیر میکنید، طالبا را تکفیر میکنید، سعودی را تکفیر میکنید، ترکیه را تکفیر میکنید. محمد انصاری هر کسی که به غیر حکم الله حکم میکند، این الله گفتگی است، این پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم گفتگی است. شما با تفسیرها نظر کنید. آنها هر کسی که به غیر حکم آنی که الله نازل کرده است اگر حکم بکند، البته او کافر می شود. قانون ای را گویم از جانب خودشان اینها می برارد دموکراسی خواه، البته اینها چی است؟ کافر هستند. و دیگر این سخنی که محمد انصاری گفتگی است، شما کشورهایی که در آنجا مسلمان ها زندگی میکنند به مانند تاجیکستان و افغانستان و ایران و دیگر مثلا کشورهایی که مسلمان نشین است، میگوید که شما کافر میدارید. میگوید سبحان الله. ما این سخن را نگفتگی هستیم، تهمت نکنید. هر کشورهایی که مسلمان نشین است، آدمای عادی هست، آدمای عامی هست، اینها مسلمان هستند. اگر آنها ظاهرا یعنی در آنها نماز دیده شود، در آنها مثلا گویم نشانهای اسلام دیده شود، ما اینها را تکفیر نکردیم. ولی فقط ما همان کسانی را گفتیم کافر هستند، اینها که یعنی حکومت یعنی
هر کسی که بغیر اونی که الله نازل کردگی هست حکم کرد، حلال الله را گوییم حرام شمارید و حرام کردی الله را حلال شمارید، ما همین ها را گفتیم که اینها کافر هستند. باز یک بار دیگر ما محمد انصاری رو دعوت میکنیم به صفحه خودمون در تلگرام یا که در ایمو انشاءالله حاضر بشوید، در همانجا انشاءالله صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.